سلام، امیدوارم خوب باشین. بالاخره تعطیلات هم نزدیک به پایانه. تو ویدیو قبل راجع به خانواده‌های مصدوم و دید و بازدیدهای نوروزی صحبت کردیم. امیدوارم مفید بوده باشه و جان سالم به در برده باشیم. قرار شد که یه مقدار راجع به خانواده‌های نابسامان یا خانواده‌های مصدوم یه خورده صحبت بکنیم. لیستی براتون تهیه کردم و کامل نیست، بیشتر مشکلات متداول رو توش آوردم که طولانی نشه. اما برای چی باید خانواده های نابسامان رو بشناسیم؟ چه درک این خانواده ها و مکانیزم هایی که توشون هست چه اهمیتی داره برامون؟ شاید عمده مشکل، خصوصا افرادی که تو روابطشون به مشکل میخوره، یه بخش عمدهش، نه همش، یه بخش عمدهش برمیگرده به خانواده‌ای که ازش میاییم. خانواده ها به ما الگوهای رفتاری میدن و منظور از الگو چیه؟ رفتارهای پرتکرار میشن الگو، رفتارهای پرتکرار میشن عادت. بعد از اینکه عادت شدن معمولا احساس میکنیم که درستن. یه الگویی رو میبینی، فارغ از اینکه سالمن یا ناسالمن، این درست بودنش هیچ ربطی به برامون آشنا میاد. شاید اینجوری بگم بهتره. الگوها برامون آشنا میاد، به خاطر همین فکر میکنیم که درستن، ولی این فرق میکنه با اینکه سالم باشن یا ناسالم. اما بهترین دلیلش به نظرم همینه. اگر مشکلاتی تو روابط اجتماعیتون دارین، تو دوستیاتون، زندگی زناشوییتون، محیط کار یا حتی فرزند پروریتون، یکی از جاهایی که معمولا روانشناسا بهش برمیگردن و نگاه میکنن خانواده‌ای که فرد ازش اومده و ممکنه یک سری بار و بندیلی با خودش آورده باشه که موجب یه سری نارضایتی ها و ناکامی ها باشه. با وجود اینکه این رو دارم میگم، اما اینم در نظر داشته باشیم که همه مشکلات ما از خانواده نمیاد، فقط یه بخشیشه، بخش مهم میشه، به خاطر اینکه انقدر تکرار شدن که دیگه بهشون عادت کردیم. اما دلیل دیگه ای که این دسته‌بندی خانواده ناسالم رو بدونیم، یکیش این است که و سخت‌ترینش شکستن چرخه ناسالم، که این رو به نسل بعدی منتقلش نکنیم. این یه موضوعه و یه چیزی که از همه سخت‌تره بازآموزیه. آدم اگه بخواد از صفر آموزش ببینه خیلی راحت تره تا اینکه وسط کار متوجه بشه که اشتباه آموزش دیده. تا بخوایم اون رفتارهای قبلی رو اصلاح بکنیم و یک رفتار جدید جایگزین بکنیم خیلی سخت‌تره و خیلی بیشتر کار میبره. اما آگاهی داشتن نسبت بهش، حداقل این است که میدونیم کجای رفتارهامون تو اجتماع ناکارآمده یا چرا ناراضییم یا به اون چیزهایی که میخوایم به اصطلاح نمیرسیم. غیر از اون اهمیت ویژه‌ای که داره این است که تو ویدیو قبلی هم خیلی از بحث‌های ما راجع به حد و مرز تعیین کردن بود، بیشتر برای خودتون، که مثلا گفتیم که بدون که کی میخوای از اونجا بری بیرون، خط قرمزت کجاست، که حداقل برای خودت یه حد و مرزی قائل شی که دیگه بدونی از اینجا به بعد رو دیگه من تحمل نمی‌کنم. این هم خب مهمه که ترکیب‌های مختلف خانواده‌های ناسالم رو بدونیم از کجا دارن میان و اینکه بتونیم خودمون رو یک جوری ازشون محافظت بکنیم. غیر از اون آسیب‌های روحی داریم تو دوران کودکی. اینها رو متاسفانه افراد تا سالها با خودشون حمل میارن و از یه نسلی میاد متاسفانه به ما ارث میرسه. مثالی که بزنم، شاید پدر یا مادری که مدام بچه‌شو تحقیر میکنه، اگر که به گذشته اون پدر و مادر هم نگاه بکنید متوجه میشید که اون پدر یا مادر نیز در کودکی تحقیر شده. این تبدیل میشه به یه الگو، تبدیل میشه به یه عادت. پس تحقیر کردن درسته، سالم نیست، ولی به نظر افراد میاد چون که براشون آشناست یک چیز درست میاد. همین رو هم ما میبریم تو خیلی موقع انتخاب پارتنر یا همسر. چون که الگو برامون آشنا میاد احساس میکنیم پس درسته، بر داشته های خودمون بسنده میکنیم تا اینکه
مقایسه بکنیم خانواده‌مون رو یا رفتارهامون رو، متوجه بشیم که خب رفتار ناکارآمد و ناسالمه. اما شاید بریم به دسته‌بندی ها. خب یک توضیح اجمالی میدم از یک خانواده سالم، خانواده‌ای که فرد توش رشد خوبی داره یا به یک سمتی یا نرماله. شاید کلمه نرمال هم خوب نباشه اینجا، ولی خانواده‌ای که سکولاره، خانواده‌ای که میشه درش حرف زد و نیاز به سانسور نداری، هر چیزی رو میتونی مطرح بکنی و خانواده به جای اینکه پاسخ بده مثلا با پرخاش میاد واکنش بده، با پرخاش میاد پاسخ میده، حلاجی میکنه. فرد نیازی نیست بترسه از اینکه یک چیزی رو نگه. اگر اطاعت نکنه یا اگر حرف گوش نده تنبیه نمیشه. ساپورتیو ترن، حمایتگر ترن خانواده های سالم. اگر یه عضو خانواده به یه مشکلی بخوره، معمولا بقیه خانواده میان و سعی میکنن که کمکش بکنن یا فعالیت‌های خودشون رو متوقف میکنن که اون یک عضو رو کمک بکنن. جاییه که توش در هر صورت رشد دادن میبینه تا افسردگی، اضطراب و مشکلات دیگه‌ای که الان براتون میگم. شاید اولین خانواده ناسالمی که بریم سراغش و خیلی معمول تو فرهنگ ما، خانواده مستبده. خانواده مستبد معمولا یه عضوش اکثرا مرد هست، ولی تو خیلی جاها زن هم میتونه باشه. یک نفره که بسیار سختگیر و کنترلگره و کمترین گرمای عاطفی رو داره. انتظارات بسیار بالاست، در صورتی که فرد هم شاید بهتره بگم اطاعت نکنه با تنبیه های بسیار شدید مواجه میشه. حتی تنبیه هم متناسب با جرم نیست توی اینجور خانواده ها. بچه های اینجور خانواده ها چجوری میشن؟ اغلبشون دچار ترس و اضطرابن و یا اینکه از اون ور بوم میفتن، سرکش میشن، یا اینکه معمولا هم با سن این اتفاق میفته. نوجوانی رو که میرسن شروع میکنن به سرکشی، سرکوب میشن این بچه ها. و شاید یکی از شاخصهای مهمی که داره این خانواده مستبد این است که بسیار دیر بچه هاشون مستقل میشن. اگه یادتون باشه راجع به کنترل صحبت کردیم توی خانواده های مسموم و جوری والدین معمولا کنترل میکنن که فرد وابسته به بار میاد. خانواده دومی که برم سراغش و خانواده بی‌توجه، این شاید بدترین تو لیست باشه. خانواده هایی که غفلت عاطفی و یا جسمی دارن نسبت به فرزند. والدین یا غایبن یا بی تفاوت، یا یعنی منظورم اینه که یا از لحاظ فیزیکی اصلا نیستن، خانواده رها کردن رفتن، و یا اینکه هستن به صورت فیزیکی ولی عاطفی کاملا غایبن. اتفاقی که تو اینجور خانواده ها میفته نبود نظارت و محبت و یا شاید راهنماییه. وقت چندانی برای پرورش فرزندان نمیذارن. بچه‌هایی که تو اینجور خانواده ها بزرگ میشن معمولا حس کم ارزشی دارن و مشکلات دلبستگی شدید دارن. متداول ترینش هم این است که بسیار بی اعتمادن، یا از اونور بوم رفتارهای جبرانی هم هست. فرد با کمترین گرمایی از لحاظ عاطفی و محبت شیفته میشه، خیلی افراطی شیفته میشه، شاید اینجوری بگم بهتره. خانواده های بعدیمون خانواده های پرتنشن. اینها اونهایی هستن که مدام مشاجره هست، داد و فریاد هست، حتی خشونت خانوادگی هم داخلشون هست. روابط بین معمول اینها، نه همشون ولی معمول اینها، والدین روابط صمیمی نمیتونن داشته باشن و برای جبران اون با یعنی راهی که پیدا کردن پرخاشه.
طی زمان هم انقدر آسیب میبینن که دیگه پرخاش میشه متداول ترین راه ارتباط برقرار کردن، یعنی اون براشون سلیمیه، اون الگو براشون عادته. فرزندهایی که توی بچه های اینجور والدین نه تنها اون خشونت، روابط سمی خشونت رو پخش میکنن در روابط آیندهشون، ولی ترس و اضطراب توشون خیلی دیده میشه. خانواده بعدی خانواده‌ای که توش اعتیاد هست. یکی از طرفین، یکی از والدین یا هر دو درگیر اعتیاد، مثل الکل، مواد مخدر یا حتی قمار. محیط اینجور خانواده ها ناپایداره. سوء استفاده مالی و حتی جسمی هم توشون متداوله. اما کودک هایی که فرزندانی که اینجور خانواده ها دارن متاسفانه مجبورن یا مجبورشون میکنن که زود بالغ بشن. کودک نقش والد رو باید بازی بکنه به خاطر اینکه والدی نیست. اینجور بچه ها از خیلی در واقع از کودکیشون محروم میشن. شاید بهترین چیزی که بهترین نشانی که شاید داشته باشه اینه. خانواده بعدی خانواده‌ای که عاطفی سردن، پیوندهای عاطفی شبیه خانواده بی‌توجهه، ولی خانواده بی‌توجه توان این رو داره، اگر بخواد توان این رو داره که یک رابطه عاطفی برقرار بکنه، ولی ترجیحش این نیست. ترجیحش ممکنه است این است که این روابط گرم رو ببره بیرون خانواده. شاید بهترین مثالش این باشه که خیلی ها میان پیش ما و شاکیان از این که پدرم یا مادرم تو خونه بی‌حوصله است، اینجوریه، ولی با دوستاش که بیرونه یا با فامیل که هست اخلاقش خیلی بهتره، یا با اونها گرم و صمیمیه. شاید تفاوتش رو اینجوری بشه حس کرد. خانواده‌های سرد از لحاظ عاطفی معمولاً اجتنابی هستند. گفتگوی عمیق معمولاً تو پرهیز میکنن. اینها هم باز دوباره مثل همون، شبیه همونه، آنچنان تفاوتی نداره، ولی توی این یکی بچه ها توی ایجاد روابط دچار مشکل میشن، نه در داخل تو شروع روابط دچار مشکل میشن، چون که یه جورایی اجتماعی شدن رو نیاموختن. خانواده بعدی خانواده هایی که بیش از حد محافظن. الان توی ایران یک ترکیب خانواده ها اکثرا 3 نفره شده. خیلی ها یک بچه بیشتر نمیارن، اکثرا دانشگاه میرن، تو سن بالاتر ازدواج میکنن. توی این سن بالاتر ازدواج کردن، خب افرادی که سنشون بالاست ریسک پذیریشون پایینه، اما چیزی که منجر میشه بهش فرزندشون میشه یک داشته بسیار گران قیمت و تمام تلاششون رو میکنن که ازش محافظت بکنن. یه نشونیش هم اینه بچه چقدر میتونه از پدر و مادر فاصله بگیره و بازی بکنه. این شاید یکی از بهترین نشونهاش باشه که اون پدر و مادر حفاظت بیش از حد دارن به خرج میدن یا نه. مدام اگر که اونایی که خیلی محافظن، مدام باید بچه جلوی چشمشون باشه، تنها بیرون نمیتونه بره، اگر صداش در نیاد سریع باید بهش سر بزنن ببینن چی شده. کلا خیلی از دایره دید پدر یا مادر نباید دور شن. اما چه بلایی سر این بچه ها میاد تو اینجور خانواده ها؟ اعتماد به نفسشون بسیار پایینه و در تصمیم گیری ها به مشکل میخورن. تصمیم گیری مستقل خوبی معمولا ندارن. ترس از شکست دارن و متاسفانه وابستگی شدید به والدین. خانواده بعدی خانواده شاید اسمشو بذارم وارونه.
متاسفانه نقش ها توی این خانواده جابجا میشه. کودک مسئولیت بزرگسال رو به عهده میگیره و نه تنها کودک باید از بقیه خواهر برادر کوچکترش مراقبت کنه، بلکه باید از والدینش هم مراقبت کنه. این هم شبیه خانواده‌ایه که اعتیاد توش هست، خیلی مشابهه، ولی با این تفاوت که اینجا دیگه خانواده والدین اعتیاد ندارن ولی نابالغن، خودشون بچن، بی‌مسئولیتن و به صورت عاطفی خودشون وابسته میشن به بچه هاشون. فرزندانی که تو اینجور خانواده ها به بار میان معمولا استرس های بسیار شدید، خیلی سریع در برابر استرس ها واکنششون میدن، یا بهتر بگم از پا در میان و از دست رفتن دوران کودکیشون هم که مثل همون والدین دارای اعتیاد، ولی با این تفاوت که این بچه ها خیلی زود فرسوده میشن. استرس زیاد در طولانی مدت باعث فرسودگی میشه و مشکلات متداول روحی، روانی و حتی پزشکی هم بیشتر توی این بچه ها دیده میشه موقع بزرگسالی. اما خانواده بعدی، خانواده سپر بلا شاید بگیم، یکی از بچه ها در این خانواده متاسفانه قربانی میشن. کلمه بهتری ندارم ولی بچه میشه گاو پیشونی سفید. این است که هر آنچه که اتفاق میفته در خانواده میندازن گردن این فرزند. به صورت ناعادلانه این بچه تنبیه میشه و یک فرد طرد شده در داخل خانواده به حساب میاد. سیگنال ها یا پیام های میکس و قراقاتی میگیره از پدر مادرش یا از محیطش و اونم این است که مثال میزنم، مثلا اگر ما طلاق گرفتیم تقصیر تو بود، تقصیر رفتارهای تو بود، یا اگر من همزمان هم تو یک روز دیگه ای ممکنه به بچه برگردن میگن که اگر ما طلاق نمیگیریم به خاطر توه. یک همچین چیزهای بارهای بسیار سنگینی رو میذارن رو دوش فرزند. این هم منجر میشه به زخم‌های عاطفی عمیق و احساس بی‌ارزشی بودن. خانواده بعدی خانواده در هم آمیخته است. اینها خانواده هایی که حد و مرز درشون شاید بهتره بگم نیست یا رعایت نمیشه. خیلی با هم بیش از حد با هم به شکل ناسالمی با هم قاطی‌اند. چیزی به نام خصوصی تو این خانواده ها وجود نداره. حد و مرزها مشخص نیست. دخالت بیش از حد در کار همدیگه دارن بدون حفظ، همونجوری که گفتم، چیزی به اسم خصوصی تو خانواده ها وجود نداره. حریم خصوصی نخواهید داشت. کودک هایی که توی این خانواده ها به بار میان بزرگ میشن، هویت شخصی و استقلالشون دچار مشکل میشه. خانواده آخری هم که براتون بگم شاید خانواده های کمالگران. این خانواده ها معمولاً استانداردهای غیر واقعی وضع میکنن. دوست داشتن، مورد قبول بودن، رضایت پدر مادر معمولاً به یک شرطی وابسته است و اون شرط هم میگم یک چیزیه، یک استانداردیه که غیر واقعیه. عشق ورزیدن به فرزند وابسته است به عملکرد موفق فرزند. یعنی اگه موفق نشه خبری هم از دوست داشتن نیست، به جاش ناامیدی میدن، شاید ناامیدیشون رو ابراز میکنن به فرزند. کودک هایی که توی اینجور خانواده ها معمولا دچار اضطرابن و عزت نفس بسیار پایین و از همه بدتر ترس از شکست. ترس از شکست یه خرابی اصلی که به وجود میاره این است که طرف برای اینکه شکست نخوره اصلا امتحان هم نمیکنه، اصلا سراغش هم نمیره. فکر میکنم این تعداد خوب باشه، اما
ممکنه که توی این دسته‌بندی هایی که الان گفتم خودتون رو شاید یا کامل نبینید یا مخلوطی ازش ببینید. خیلی غیر عادی نیست. یه والد یه جور بوده، مثلا مستبد بوده، والد دیگه مثلا بیش از حد محافظت میکرده. خیلی غیر عادی نیست. جعبه های خیلی تمیزی نیستن که ما بتونیم توشون قرار بگیریم. ممکنه مخلوطی از اینها رو داشته بودید. اما مهم این است که ببینید چه تأثیری روتون گذاشته. برای که مطمئن بشید که جزو کدوم دسته شاید بودید، امیدوارم نباشید، ولی اگر بودید باید به الگوها رجوع بکنید. به گذشته‌تون نگاه بکنید، ببینید کدوم یک از این رفتارها که در خانواده ها گفتم پرتکرار بودن. مسئله تعداد دفعاته. اگر یک بار ممکنه یک والدی دچار افسردگی بوده باشه، مثلا 3 ماه و بسیار روابط سردی رو داشته، اون دیگه حساب نیست. برگردید برید عقب‌تر و ببینید که چه الگوهای رفتاری پرتکراری رو میبینید و آیا اونها رو تو خودتون میبینید یا نه. اگر فرصتی بود تو ویدیو بعدی در مورد نقش افراد تو خانواده براتون میگم.